با دوست دیگری صحبت میکردم، میگفت حالم خوب نیست، اینجوری هم اونجوری هم فلان. و بهش گفتم مدیتیشن میکنی؟ گفت آره ولی نه هر روز. بعد بهش گفتم چرا نه هر روز؟ من گیر میدم آقا جون، من سر این چیزا گیر میدم، من از این چیزا عبور نمیکنم به این سالگی. یعنی چی مدیتیشن میکنم ولی نه هر روز؟ چرا نه هر روز؟ چطور اینستاگرام هر روزه؟ چطور تلویزیون هر روزه؟ چطور وقت تلف کردن هر روزه؟ چطور نگرانی هر روزه؟ به مدیتیشن که رسید یه خط در میون شدیم؟ چطور روزی 2 ساعت اینستاگرام وقت داریم؟ بیچارمون داره میکنه این اینستاگرام، تمام توجهمون رو ازمون گرفته، تمام وقتمون رو ازمون گرفته. من دلم خون میشه بچه 20 ساله 22 ساله وقتش تو اینستاگرام داره میگذره. این وقتیه که باید صرف ساختن خودت بشه، باید خونت رو آباد کنی. الان وقتیه که بسازی زندگی تو. چه کار داری میکنی تو اینستاگرام؟ ویدیوی گربه و ویدیوی اینی که داره نمیدونم یه کار مزخرفی میکنه که هیچ اهمیتی نداره. تو میتونی سالها روی اینستاگرام وقت بگذرونی، هیچ اهمیتی نداره، هیچی یاد نمیگیریم. حال آدم بد میشه اصلا. بعد این مدت میگی من چی کار دارم، چیه اینا من دارم میبینم؟ مثل که اینو بخورم، بعد اینو بخورم، بعد این بخورم، بعد صبح تا شب از این بخورم، از اون بخورم، از این بخورم، اصلا نمیدونم چی ان. اصلا نمیخواستم بخورم. یهو میبینی 1 دقیقه و 30 ثانیه اونو دیدی، بعد 3 دقیقه چیز دیگه دیدی، بعد 2 دقیقه چیز دیگه دیدی، و بعد یهو میبینی روزی 2 ساعت. برین نگاه کنین، الان تمام گوشی‌ها اسکرین تایم دارن. برین نگاه کنین ببینین چقدر در طول روز وقت میگذرونین. تو فکر میکنی نه من خیلی وقت نمیگذرونم، بهت قول میدم خیلی وقت میگذرونم. برو نگاه کن. تصور کن اگه این وقتو گذاشته باشی آقا اصلا مدیتیشن رو بذار کنار، گذاشته بودی گیتار یاد گرفته بودی، زبان یاد گرفته بودی، گذاشته بودی روی یک یادگیری مهم 4 صفحه کتاب خونده بودی. اصلا حیرت، تو بعد 2 سال یه آدم دیگه ای. دارم زندگیمو به فنا میدم تو اینستاگرام. من روی اینستاگراممو دارم اینا رو بهتون میگم. شاید بگی آخه ما از طریق اینستاگرام با تو آشنا شدیم، پس اینا چی؟ مگه با من آشنا نشدی؟ خب من دارم بهت میگم این کارو نکن. بعدم آقا اصلا بیا یه لایو مفیدی که نمیدونی به من، هر لایو مفیدی که میدونی تماشا کن، بذار کنار، برو عملش کن.